برنامه هادی چیه؟ میخواد چه مسابقه وایس الان؟ ارزم به حضورت فعلا که حالا تازه رسیده ایران یکم استراحت بکنه و این سوالم خیلی از من میکنن، یعنی دایرکت مسیج من شده پر از این که از این سال که آیا هادی آنو کلاسیکو میزنه یا نه. این یعنی کلا روزی 10 تا مسیج برای من میاد در مورد این سوالا دارم میخوام جواب بدن. گفتم حالا این فرصت خوبیه که در حداقل منم اینو میاد، خواستم من از خود شما بپرسم آقا از شما. آره این فرصت خوبیه که حداقل جواب اینو بدیم. هادی تازه رسیده ایران، باید یکم استراحت بکنه. صحبتش بعد شده، داریم با همون دقیقا بعد از مس المپیا با نشستیم من و هادی و آقای هانی رامبو نشستیم در مورد مسئله صحبت کرد و خودش بهش فکر میکرد و اعلام آمادگی کرد که آماده، من ذهنم آمادم برای اتفاقه. و چیزی که خب هانی هم بهش گفت این بود که خب برو ایران استراحت بکن، بعد بتونی تصمیم میگیری، چون اگر بری دیگه با شروع کنی دیگه راه نمیتونیم آره. مثلا برگشتی داشته باشی. داره بهش فکر میکنه ولی هنوز تصمیم قطعی نیست، ولی احتمالش هست. نایس. ببین حالا شما خود نظر در مورد